با سلام عزیزان، در شروع عرایزم میخوام حالا هرچی دوست دارید اینو به عنوان یه پند، نصیحت یا اصلا وصیت از من بپذیرید. عزیزانی که دچار بیماری HPV هستن متاسفانه حالا به علت فرهنگ جامعه ما میترسن عنوان کنن. HPV فقط از راه ارتباط جنسی به وجود نمیاد. چندین عامل HPV و انتقالش وجود داره، حتی استفاده از وسایل حمام شخص آلوده، استخر، آرایشگاه زنانه، و این باعث نمیشه که شما بیماریتون رو کتمان کنید. این بیماری اگه جلوش گرفته نشه داستان میشه براتون. و اینم بگم فریز و لیزر راه درمانش نیست، به هیچ عنوان درمان کننده نیست، بلکه ویروس به حالت وحشیانه در میاره و تمام سطح منطقه رو آلوده میکنه. ممنون، متشکرم.